سلام بچه ها. امروز میخوام برم یه گشتی بزنم ببینم میتونم یه غار خوب پیدا کنم یا نه. باید یه جایی رو پیدا کنم که هم نزدیک بابا مامانم باشه که بتونم بهشون سر بزنم، هم یه جای بزرگ و مناسبی باشه. بچه ها گورل ببینید، گورل این شکلیه، با من مقایسه کنید چقدر فرق داریم. گوریلا مثل پاگوندوها نمیتونن حرف بزنن، ما خیلی فرق داریم ولی جفتمون بچه‌های همین جنگلیم. برو بابا، هر چی بهت نمیگم. من اسکول گیر آوردی. کی گفته من نمیتونم حرف بزنم؟ تو از کی حرف زدن یاد گرفتی؟ بچه‌ها این اصلا قبلا حرف نمیزد. بچه‌ها برگام ریخته واقعا از حرف زدن گوریله. گوریلا قبلا حرف نمیزدن. بیخیال بچه‌ها، از اصل موضوع منحرف نشی. داشتم دنبال غار میگشتم. دیروزم به یه غار پیدا کن سپرده بودم برام پیدا کنه. غاری که پیدا کرده بود اصلا خوب نبود، کاملا به درد نخور. یه تیکه از صحبتامون رو فیلم گرفتم که ببینید. بیا این غاریه که پیدا کردم، منظرش ابدیه. این چیه؟ خیلی کوچیکه. اینا رو دل کن، مهم اینه که منظرش ابدیه. خدا شفات بده. آره خلاصه این غار پیدا کنه یه تختش کم بود، فقط منو الاف کرد. حالا هم دارم همچنان میگردم دنبال یه غار درست و حسابی. بچه‌ها یه آدم اونجا نشسته، قبلا که هیچ کس اینورا نمیومد. شاید اومده با من ارتباط بگیره. فکر کنم بد نباشه برم سمتش. سلام آقا، اومدین با من ارتباط بگیرین؟ ما اینه بچه‌ها اینم ازم ترسید رفت. بعد هی همشون به من میگن گورل. بابا من پاگوندم. وایسا ببینم برای چی لباس گوریل پوشیدی مردمو میترسونی؟ فکر کردی من نفهمیدم آدمی؟ برای چی منو ترسوندی؟ خدا لعنتت کنه. خجالت بکش. بسه دیگه. گوشی گرفتی دستت منو مسخره کنی. بابا من نه آدمم نه گوریل، من پاگوندم. بچه‌ها با هم دوست شدیم، اسمش افشینه، کلی حرف زدیم، بعدم براتون تعریف میکنم. هنوز باورم نمیشه این پاگونده است. برگام ریخته. خب بچه‌ها بالاخره با یه آدم ارتباط گرفتم. افشین پسر خوبیه، مثل خودم طبیعت گرده. خیلی حرفا با هم زدیم. افشین اولش از دستم اسبانی بود، فکر می‌کرد من یه آدمم که لباس گوریل پوشیده. منم بهش توضیح دادم که پاگوندم. و افشین گفتم که دارم دنبال غار میگردم. بهم گفت که چرا کلبه نمیسازی؟ بهش گفتم وسایلشو ندارم. بهم گفت وسایل ساختشو برام میاره. اگر یک کلبه نزدیک غار مامان و بابام بسازم خیلی بهتره. اینجوری لازم نیست دوباره لوله کشی آب انجام بدم، از همونجا یه انشعاب میگیرم. البته باید از پالینا هم بپرسم ببینم موافق است یا نه. خب دیگه بچه‌ها، ولاگ امروز هم تموم شد. مراقب خودتون باشین. فعلا خداحافظ.